خندیدن به هر بهونه‌ای خوبه، خندوندن مردم هم به هر بهونه‌ای خوبه. اینکه یه خانواده، یه جمعی با کمترین هزینه بتونه بشینه دور هم یه برنامه سالمی رو ببینه و از دیدنش لذت ببره، 1 ساعت به چیزی فکر نکنه، بخنده، شاد باشه، روحیه‌شون عوض شه، خب این برد ماست. این اصلا اولین انگیزه بود برای اینکه این برنامه ساخته بشه. به هر حال یه پروسه باید تعریف بشه. تقریبا اوایل شهریور به ما پیشنهاد شد که یه همچین برنامه‌ای رو بسازیم برای شبکه اینترنتی لنز. خب جمع شدیم. اول از همه این بود که یک اتاق فکری تشکیل شد، دوستان نشستن، گپ زدیم، حرف زدیم و به ایده اصلی برنامه استندآپ رسیدیم، اینکه 21 نفر شرکت کننده داشته باشیم. ما تصمیم گرفتیم این برنامه رو توی لوکیشنی با هویت کافه اجرا کنیم و تصمیم اولیه‌مون این بود که یه کافه بریم واقعا اجاره کنیم، ولی کافه‌ای پیدا نکردیم که بزرگ باشه، تماشاگرها توش جا بشن، تصویربردار، دوربین، اینها. تصمیم گرفتیم که توی سوله دکور بزنیم، دکور با هویت کافه رو بزنیم و خب سوله هم که پیدا کردیم خیلی بزرگ نبود. به حال تونستیم برای حدود 50 تا تماشاگر، چون به حال تماشاگرها بچه اصلی بودن، می‌خواستیم که رأی بدن اونها هم به استندآپ کمدیا. بنابراین یه کافه رو تقریبا اونجا طراحی کردیم و ایجاد کردیم و برنامه رو توش تولید کردیم. اولمون که 21 نفر بودن، ما با توجه به اینکه وقتمون کم بود یه 21 متن آماده کرده بودیم بدون اینکه بدونیم اون 21 نفر آدمی که قراره ما اضافه بشن به عنوان شرکت کننده هامون کیا هستن. نمیدونستیم اصلا. یه 21 متن ما نوشته بودیم که اونها رو متناسب با فضای بچه‌هایی که بچه‌ها ناختیم بهشون دادیم و باهاشون کار کردیم. بعد حالا این وسطه اگر سیگارم ترک می‌کردم از شانس ما زارت سیگار میشه جینسینگ تو جوسن قدیم. تو اصلا کلا سیگار چیزی که همه قواعدو میزنه به هم. شهرداری 5 میلیون خرج کرده بیلبورد زده فلان فلان، از رفیق اومده زیرش نوشته فلان. فهمیده که نه ببین اینه داستانش. آره مثلا توی نه آخه نکتهش اینه. دایی اصلا نکته شوخیه اینه. با این نشون شروع کنه. بعد یه مکس بعد میگه خب چطور شده دایی جون؟ نفهمیدی؟ یه جعبه خونه‌سازی و ریخت جلو به دستی رو سرم پیش گفت عمو فعلا با همینا بازی کن. اسمش آموزشه؟ اصلا روم نمیشه. خانواده اصلا روم نمیشه بابا، من خواهر بزرگ دارم. من خودم عذابم. خودم
عجبم مثل خودم ندارم. ما روزانه میفهمیدیم که خب امروز مثلا بین این 3 نفر این 2 نفر اومدن بالا، یه نفر حذف شده، باید برای این 2 نفر با توجه به ویژگیش، مختصاتش، مدلش نوشته میشه. یعنی کاری که مادر من در زمینه تکگویی میکنه بهمن مفید تو قیصر نکرد. خیلی رو خودم کار کردم. بپا پاش موتور میخوام بریم بازی. کجا؟ به چرخیم نگاه کن ببین چقدر خودم کار کردم. نگاه این کیه؟ یه شیبه با خواستگارم اومده خواستگاری. بعد دیگه آها پدرم این چه سواله؟ این کیه چیه؟ شما ببین این همه پسر توی سطح شهر داریم که بازوهاشون ورم کرده، سرشونهاشون ورم کرده، سینه‌ها ورم کرده، زیر بغل ورم کرده، کول ورم کرده، کلاً تورم متحرک کرده. یکی از ویژگی‌های این برنامه جایزه نقدی مسابقه بود. 100 میلیون تومان به 4 نفر برگزیده قراره برسه. به این شکل نفر اول 50 میلیون تومان، نفر دوم 30 میلیون تومان، نفر سوم 15 و نفر چهارم 5 میلیون تومان. و خود این باعث میشد که بچه‌ها با انگیزه بیشتری بیان تلاش کنن. خب رو ضبطی 3 2 1 حرکت. محسا جان سلام علیکم. امروز نوبت ما سنگین وزن هاست. البته سنگین وزن منظورم اندازه وزنی نه. برید به مرحله نهایی بعدش. یادم سنسمان یاد داری سوانیم تو نانیم تو جانی. اونم بزن آروم آروم. من امروز یادم دور پشت صحنه من دوباره یادم سلام عرض می‌کنم خدمت. واسه سعادتیه که ما بسی از هنرمندان شباهت ظاهری داریم. اول که خدا رو شد اجرا چون دوست داشتم حالا خوب نبودم. جدی؟ انرژی لازم رو نداشتی نه؟ انرژیشو داشتم. نمیدونم چی بگم. روزم نبود. نشون نمیشه که به شما تعریف بگیم از اینکه به مرحله بعد رفتید. خودم از کجا میزنم بالاخره رفتی بالا. من گرد دانی زبانی اندو نانی اندو جانی. علی افشاری هم آخرای 18 هم. یعنی یه ماه دیگه احتمالاً میرم تو 19 سال. نه احتمالاً که نه قطعاً میرم تو 19 سال. چون نمیدونم کی پخش میشه، نمیدونم کی میرم تو 19 سال. ولی میرم تو 19 سال. آره منم اینجا نشستم آره. مبارک. با من نگاه کن. من علی افشاری هم، ولی ما از طرف مادری معروفه. یعنی فامیلیمون معروف. خب وقتی فامیلیت هم معروف باشی خب دیگه معروف به دنیا میای دیگه، میدونی ژنت خوبه. نیاز نیست واسه شهرت دست و پا بزنی مثل بعضیه. پدر، مادر و حالا خواهر زیاد مشتاق این نیستن که من این کارا رو انجام میدم. چون مادرم کلا میگن که دختر باید ساکت باشه، آروم باشه. حالا
شاید اینکه حالا میای این کارا رو میکنی ببخشیم دلقک بازی مثلا زود میزنیم تو چشم فقط میگم احسن. تقریبا وقتی شوخی میکنن با فامیلم جوابا رو از پیش میدونم، یعنی یه سری پیش‌فرضه که دوستان شوخی میکنن، منم طبق همون پیش‌فرض جواب میدم. اسم بچه‌ام بذارم اداره. این یکی از پیش‌فرض‌هاست. دقیقاً. این که یه دایه اون دوستیت میشه. از دور یه گاو شنیدی؟ من با گاو بزرگ شدم. لطف‌الله سیفی هستم. سیف الله لطفی هم بچه اینجا گفتن مثل اینکه بعدم یه سری هم میگن لویی. سابقه استنداپ نه، به این شکل نه. اولین باره؟ آره. چی شد که تصمیم گرفتی توی این مسابقه شرکت کنی؟ بچه ها همینطوری یکی از بچه ها زنگ زد گفت همچین چیزی هست. اول گفتم نه، بعد خانمم داشت میشه گفت چی؟ گفتم همچین چیزی. گفت برو حالا بازی کن دیگه. دغدغه‌م استنداپ نیست. یعنی واقعا این که مثلا بعد از اینجا برم مثلا تو کار استنداپ فقط استنداپ کنم، من دغدغه‌م بازیگری. داور دوم برگشت گفتش که البته منظور شما همون پرده‌خوانیه. بعد مرجی برگشت گفتش که حالا اینا فرقش چیه؟ گفتن خاط. یه سری واژه ها هست مثلا من میگن که یه خانوم نمیتونه اینا رو به کار ببره روی سن. این منو اذیت میکنه که مثلا چه فرقی داره؟ یه رقابته. اگر قراره برابر با هم رقابت کنیم پس باید آزادی‌های برابر داشته باشیم. اینا قبل اینکه وارد ساختمون ما بشن ما داشتیم در صلح و صفا و آرامش زندگیمون رو میکردیم. اینجا خیلی فشرده است. یعنی من تو این 10 روزه یا حالا کمتر بیشتر انقدر که استرس تحمل کردم شاید مثلا توی کارهای قبلیم اینو تجربه نکرده بودم. چون خیلی به شکل فردی هم باید این کار رو انجام بدی و واقعا مثل یه بازیگر بی‌پناهی که روی صحنه‌ای و خراب بشه دیگه تمومه. من نمیدونم زن به این خانومی به این موقری چه ترس از ارتفاع داشت. بهش میخواستم کمک کنم، مثلا بهش بگم که ترس از ارتفاع رو ازش بگیرم، خودش همکاری نمی‌کرد. در صورتی که اون روزی که رفت پشت اون لباس پهن کنه من از بالای بینو پرتش کردم پایین. بهش گفتم لندایی جان 300 متر چیزی نیست، اون سب باش مثل گربه پا بیا پایین، پا سر نه پا گوش نکرد با سر اومد پایین. من 140 تا جایزه در تئاتر دارم و جایزه بین المللی هم دارم. بزرگترین جایزه تئاتری که گرفتم در حالا رشته‌های مختلف بازیگری بوده، کارگردانی بوده، 6 تا سکه گرفتم. گفتم خب این عددی که اینجا اعلام کرده 20 برابره تقریبا، 15 برابره، 18 برابره. خب قطعا نمیدن دیگه. برای مسابقه تلویزیونی چرا باید این مبلغ رو پرداخت بکنم؟ اگر شما میایین اینجا مردها رو به غذاها تقسیم بندی میکنین، من هم زنها رو تقسیم بندی میکنم، ولی به غذاها نه، به لوازم آرایش. کارش چیه دیگه؟ ای با آدمو میپوشونه، آدمو زیبا میکنه، با آدم اعتماد به نفس میده وقتی که کنارت هست. وقتی نیست خود واقعیتی. من این انتخابم بوده و حتی به خاطر شرکت توی این مسابقه من 1 هفته اعتصاب غذا کردم. یعنی در این حال گفتم من حتما باید برم تهران. تجربه مسابقه دیگه هم داشتی؟ آره من یه تجربه ناموفق داشتم. چرا بی‌مزه بودی اون موقع؟ نه یه جورایی تجربه اجرام کمتر بود. نمیدونستم استندآپ کمدی چجوری باید بخندونه. من معلم در واقع میشه گفت بازی و خلاقیت برای بچه‌های دوم تا ششم دبستان که میرم سر کلاس با بچه‌ها بازی میکنم و واژه انگلیسیش میشه لایف استایل، فارسیش میشه روش زندگی. کاراکتری رو من ساختم، اولم رفتم چون اولین بارم داشتم اتود میزدم. خب یه جای دیالوگی پرید دیگه، اون لهجه رو نمیتونستم ادامه بدم، اوور شد دیگه، تماشاگر کار رو رها کرد. اتفاقی که اینجا میفته اینه که اگر من ببازم و اوت بشم به خودم باختم، یعنی که اجرامو بعد رفتم. ما متر و معیار و اندازه‌ای برای سنجش کیفیت استندآپ نداریم. الان نمیدونیم که چی خوبه چی بده. گفتم اجازه بدم مثلا این کاراکتر جوری بشه که حالا اصلا مهم نیست توی مسابقه است یا توی چیه،
تماشاگر دوست داشته باشه که این کاراکتر یه بار دیگه ببینه اصلا. بچه‌ها این حشره‌کش هم بیارید لطفا. رضا دیدگاهی که داشتم این بود که دوست داشتم استندآپ کمدیم یه جوری باشه که انتقاد کنه، حرفای انتقادی بزنه، اجتماعی، سیاسی. ولی شوخی توش نداشت. انتقاد دوربینو ول نمی‌کنی نه؟ دوست دارم دوربینو. بیرون چیز می‌خوردم میومدم، یعنی مثل اینا که شام نخوردن و لباشون حالا خشکه و یکم ضعف دارن و اینا، میرفتم تو اتاقم میخوابیدم. بعد برام غذا میآوردم میگفتم من نمیخورم، من برم تهران. ثانیه به ثانیه برات مهمه، لحظه به لحظهش باید فکر بشه و اگر یه جایی یه کوتاهی بکنی یا یه جایی رو بپری ازش دیگه نمیتونی برگردی درستش کنی. شاید تو بازی بشه. حشره‌کش آوردی؟ بزنید تو صورت مائده. شوخی کردم. یعنی همه دوره هم میخوان منو حذف کنن ولی به هر قیمتی شده. و من لباسی رو پوشیدم که ببینم، اول موامو درست کردم، گفتم خب ببینم این آدم بخواد خوش‌تیپ باشه. بعد یه افغانی جلو پارکمون بنده خدا کار میکنه و خیلی برام جذاب بود. همیشه هی هم میدیدم تو کانکس خوش اومد، مهمونی که میره یه تیپی داره خیلی مزخرفه از نگاه من، ولی خب برای اون ایدئاله دیگه. تموم شد؟ آره تموم شد. خدا رو شکر. میتونی بری. منو باز کنید. دوباره سعی کنیم ترکیبی انتخاب کنیم که وزن مرا ببره بالا و خیلی کمک کردن به برنامه. حس حال خوبی داشتن، با شور و با هیجان و با دقت کار رو دنبال میکردن، امتیازاتشون رو میدادن و به گفته خودشون برنامه از برنامه‌های این چنینی که قبلا بیننده ها دیده بودن لولش به لحاظ کیفیت کار بچه‌ها بالاتر و شرکت کننده هامون راستش فکر نمی کردیم کیفیت کارشون اینقدر خوب باشه. ما فکر می کردیم خب به هر حال تازه کارن میان و ممکنه استندآپ کمدیای اولمون چون 21 نفر بودن خیلی جذاب از آب در نیاد، ولی خوشبختانه با متنی که هدایی زدی نوشته بود و زینب موسوی و تمرینایی که اونا کرده بودن و اون آنی که خود بچه‌ها داشتن تو اجرا، از همون اولین اجرا ما شاهد اجرای خیلی خوب بودیم. واقعا هم تماشاگرای ما راضی بودن، هم داور راضی بودن. الان میذاریم میبینیم این برمار سنه وسط سن باز آره همشه میام میخواستم از دستاندرکاران این برنامه خیلی تشکر بکنم برای که برنامه شاد و مفرح میسازن. که دختر و پسرم هستن. آره شده قلبش گرفته. حالا اگر به فینال برسه که قش میکنی شدی از بس که قلب زدی تو. بعد از 1000 تا تفحص فرق موزیک مشکل داره، باید درستش کنیم. هسته دیگه آقا چی میخواد؟ به طرز تکان دهنده بیشتر اینجا. خب رضا بیا اینجا. من و رضا. شما دو نفر اسمتون اینجا هست؟ نیست. خب نیست. خب خیلی پس 2 نفر کم میشه. اگر این دست میشه درسته که خب اوکی ما هم همین روش رو پیشه کنیم، ولی این دست روش درستی نیست. خداحافظ. توضیح بدی واسه کیفیتی این برنامه و شرکت
نظر من میخواد 90% این بچه ها عالی هست عالی هست ولی 90% مردم اینا وقتی بیاد تو تلویزیون بی برو برگرد بعد من تیم اوناست اینا تیم اینا ما تیم اونا من میگم ادامه صحبت می‌کنم با خلیج‌خانی دارید میکنید رقبا رفقا آها رفقا خب بهتون نمی اومد با اون گاردی که گرفته بودید در زمان متفاوت و در جغرافیای متفاوت معناش عوض میشه یه بوله یه چیزی بینش بدید برگردیم این دو تا میز پشت شرکت کننده ها نشستن داورا هستن آقای زنده 20 روز تموم تو اینجا با سوسکا مارمولکا من اینجا غریبی آورده بودم به خدا اگه بیم اینجا میزنم میرفتم من اینجا تو این شهرستان من وقتی که میرم روی صحنه به خصوص توی این مسابقه داور رو عضوی جدا از تماشاگر نمیدونم داور رو در دل تماشاگر میبینم خیلی دوستان آقای قاسم خانی خانم عبدالرزاقی خانم سعادت آقای مسعودی خیلی کامنت های مثبت دادن حالا کامنت واژه فارسیش چی میشه تو فیلم هم میسازی؟ آره هدفم اینه که فیلم ساز بشم کارگردان بشم اومدن اینجا من بیشتر به خاطر این بودش که یکم شناخته شده تر بشم پشت صحنه رو ببینم فضا رو ببینم یکم یاد بگیرم میخوندن از مرحله اول بچه‌ها میخوندن اصلا کری خوندن رو من بهشون یاد دادم گفتم که میشه برای حریف کری خوند یه دوست دیگه هم داریم همونی که پشت صحنه ها رو میگیره آقای موسوی ایشون هم سفارش کرده بود که ازش تعریف کنه آره سفارشی بودین آقای موسوی دستت درد نکنه که هستی آخرین نفر رفت بیرون آخرین نفر رفت این شما که رفتی داشت اصلا تو فکر میکردی با نمکی با مزه‌ای مثلا نه. من اصلا تو جمع خانواده هم همیشه کسی که میخندونه یکی دیگه است من بیشتر تو اونام که میخندن ازدواج کردم بله هلن تو راهه حتما هلنه آره دیگه انشالله البته به شک و تردید افتادم من تا قبلش فکر میکردم که ما میریم بیمارستان انتخاب میکنیم مثلا میگیم یه دخترشو بده بعد بچه‌ها گفتن که نه اینطوری نیست یا لک لک میفرسته میندازه آره ممکنه وقتی پسر بشه از اون وقت دیگه حالا یه اسم پسرم رزرو گذاشتیم هامون حالا یا هامونه یا هلنه دیگه فرق نمیکنه و من با اختلاف یک امتیاز اومدم بالا و گفتم چرا چون من توقعم از خودم خیلی بالاتره میگم خب بازیگر تئاترم تجربه صحنه دارم حالا تو خیلی از جشنواره‌های بین‌المللی بودم خب چرا الان دارم اینجوری اجرا میکنم خیلی از دست خودم شاکی بودم حقیقتش اینه که من اصلا وارد این حوزه که شدم اصلا قصد نداشتم این کار رو بکنم من کارم عکاسی بود یه دفعه‌ای این اتفاق افتاد استنداپ امیر مهدی ژوله اون اجراش که بودش صابون در می آورد سری زدی دوباره به الگو تاره خب بگو اونو که داشتم میدیدم صابون در آورد همه خندیدن بعد تو دلم گفتم که خدایا یعنی یه روز میشه مثلا منم یه چنین جمعی مثلا بخندونم یعنی یه صابون انقدر میتونه بخندونه چرا من نتونم من بچه‌ها هم گفته بودم وقتی اومدیم تو 8 تا ما یه عکس دوتایی داریم با فرامرز گفتم ببینید فینالیستا رو میدونستم با مهدی صحبت کردم من گفتم جایزه رو بذاریم وسط 70-40 برداریم 70 من بردارم 40 تو گفت 10 تا کم میاد که گفتم 10 تاشو میتونیم از سوم چهارم بگیریم اصلا اگر من بخوام اجرای روز قبلم رو موشکافی کنم به لحاظ استراتژی من این اتفاق میفته این یه نمود خیلی آقا اینا رو بعداً به خودم هم بدید من یادم میره چی میگم بنده خدا هر وقت میومدم اینجا مثلا روزایی که 6 میخواستم بیام چون مادرم خب آخه سن کولت سن یه شبایی به خاطر درد دست و پاش خب نمیتونه بخوابه قرص مسکن یا قرص خواب مصرف میکنه ولی میدیدم 6 صبح تسبیح به دست نشسته رو پله میگم اینکه میگم مطمئن بودم به خاطر اون بود میدونستم هیچکی نمیتونست جلوی دعای مادرمو بگیره میدونستم باید از یه جایی شروع کن نترس خلاصه رفتم نشستم
یه جایی گفتم مهدی، گفتم بله مهدی. گفتم بشین فکر کن از روز اول ببین به کی مدیونی. حالا به مهموندارای قد بلند دقت کردین؟ چرا این کارو میکنی؟ یه شغله. شما نمیخوای مال خودت کنی؟ چی پیش بینی میکنید خودتون؟ پیش بینی نمیشه کرد دیگه. جدی؟ پیش بینی ها اینجاست. پیش بینی ها اینجاست. ولی ما پیش بینی کردیم. پیش بینی میکنیم. 2 نفر رو من میخوام اسم ببرم که خیلی برای این برنامه زحمت کشیدن و یا دیده نشدن یا کمتر دیده شدن. یک محمد صراف، تهیه کننده این برنامه که خب خیلی زحمت کشید، همه جوره ما رو حمایت کرد تا این برنامه ساخته شد. 2 میلاد پیغمبرزاده که به عنوان آچار فرانسه مؤسسه همه جوره حمایتمون کرد، من ممنونشونم واقعا. و یک تشکر خیلی ویژه از محمد بهرانی که حضور محمد باعث شد که همه ما دور هم جمع بشیم و این برنامه ساخته بشه. ممنون و قدردانشیم. خب از همه عوامل ممنونم خیلی واقعا، با جون دل همشون سر این کار تلاش کردن و گروه کارگردانی به خصوص هماهنگی تماشاگرها خیلی کار سختی بود. برای اونا استخدام ما که نبودن، اینی که ما همه اونایی که هماهنگ کردیم 50 نفر بیان سر ساعت بیان تحمل کنن مراحل تولید مسابقه رو، اینها کار سختی بود. هماهنگیش بچه‌ها خیلی زحمت کشیدن و دوستم آرش مشورت خیلی زحمت کشید و کمک کرد به ما. چون این هیجان 2 تا دقیقا 2 تا هیجان داره. بیاد بره بالا بشینه بزنن. حالتشو بگیرم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، من مخلص شما امیر محمد زندان و شما، بله شما، فینال مسابقه 100 میلیون استندآپو دارین تماشا میکنید. به افتخار شما که تا قسمت آخر ما رو دنبال کردید، به افتخار شما ها که ما رو همراهی میکنید، به افتخار داورامون، کمدین های درجه یکمون و به افتخار شاد بودن